سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. تا اینجا کار ویدیو آموزشی رو دیده باشید و استفاده کرده باشید. خب توی این ویدیو اومدم که به آموزش نصب و راه اندازی یه دونه صرافی خارجی بپردازم. حالا صرافی خارجی باهاش چی کار میشه کرد؟ میشه خرید و فروش ارز دیجیتال کرد. حالا ارز دیجیتال های مختلف، حالا میشه توش یه سری از ارز دیجیتال رو نگهداری کرد. بعد اینکه حالا ما برای بازار NFT نیاز به ارز پالیگان یا ماتیک یا اتریوم تزو داریم که میتونیم مثلا با این صرافی خریداری کنیم و به اون ولتمون یا اون کیف پولمون بفرستیم که حالا بتونیم خرید فروش رو انجام بدیم. یا اینکه برعکسش بخوایم مثلا حالا یه کالکشنی رو فروختیم یا یه NFT از یه NFT فلیپ کردیم و سود کردیم و میخوایم اون سود اونو برداشت کنیم، میاریم توی صرافی خارجی. حالا میتونیم بیاریم توی صرافی خارجی و چنجش کنیم و بعدش دوباره بفرستیم صرافی ایرانی و تبدیل به ریالش کنیم. خب بریم سراغ آموزش. ببینید ما چون ایرانی هستیم، حالا تحریم هستیم توی کلا بازار ارز دیجیتال و بازار خرید و فروش NFT، خیلی از صرافی‌های خارجی ما رو تحریم کردن. حالا اولش کار میکنن ولی خب تحریم کردن به مرور زمان بر اساس اون پروتکلایی که امضا میکنن. مثل صرافی بایننس که پول خیلی از ایرانی‌ها هم برد، یا مثلا صرافی کوکوین، یا مثلا صرافی بینگ ایکس که یه مدت با ایرانی‌ها کار میکرد بعدش شروع کرد بستن حسابا. خب من صرافی کوینیکس رو انتخاب کردم که حالا خیلی وقته دارم باهاشون کار میکنم و هیچ مشکلی نداشتن. حالا شاید ممکنه توی قوانینش نوشته باشه که ایرانی‌ها نمیتونن استفاده کنن، ولی خب خیلی از ایرانی‌ها دارن از این صرافی استفاده میکنن. یه صرافی منوی کاربرش خیلی راحت هستش، خیلی دارن استفاده میکنن و تا الان که مشکلی پیش نیومده. فقط نکته که هستش اینه که برای ورود احتمالاً باید حتما VPN IP ثابتتون روشن باشه، چون با IP ایران بالا نمیاره داخل نرم افزار. خب نرم افزارشو میتونید از حالا اگر اپل دارید از اپ استور یا گوگل پلی یا سایتش دانلود بکنید. بعد از نصب نرم افزار وارد نرم افزار میشیم. خب این لازم من اینجا ویدیو رو نگه میدارم. خب ببینید اولین کاری که باید اینجا بکنید چیه؟ اولین کار اینه که دو تا حالت داره. حالا یا شما ثبت نام کردید یا اینکه یه اکانت دارید و میخواید با اون اکانتتون ورود بکنید. اینجا برای ورود به اکانت هستش. حالا من قبلا ساختم، میخوام این کار انجام بدم. این بالا اگر اکانت ندارید روی گزینه ثبت نام کلیک میکنید. حالا میتونید ثبت نام به حساب گوگل رو بزنید یا اینکه یه ایمیل وارد کنید، یه رمز عبور 8 رقمی به بالا، 8 رقم تا 20 رقم که تشکیل شده از یه دونه نویسه مثلا ادسان یا حروف بزرگ انگلیسی، حروف کوچیک انگلیسی و عدد باید باشه. کد دعوت هم میتونید وارد کنید. ولی خب من روی گزینه ورود کلیک میکنم. ما وارد اون نرم افزار میشیم. حالا اینجا میبینید که قشنگ به زبان فارسی همه رو نوشته براتون. اینجا اون بالا حالت دارک مود داده، میتونید دارکش کنید با توجه به شب بودن. اینجا روی گزینه مرکز سفارش نگاه کنید، تمام چیزا رو به فارسی براتون توضیح داده. خب روی امنیت میتونید موبایلتون رو تایید کنید. خب بعد میتونید اون نرم افزار گوگل اوثوریزیشن رو فعال کنید یا هم گوگل احراز هویت رو اینجا که حتما باید برای برداشت این کار رو بکنید. حالا من در جلوتر توضیح میدم باید چی کار بکنید. ببینید اینجا رمز عبورتون رو میتونید عوض بکنید. اینجا حالا گفته که میتونید مثلا از الگو برای قفل صفحه استفاده بکنید یا قفل اثر انگشت رو فعال بکنید. بعد ببینید دوباره دارم میگم برای برداشت اینجا نگاه کنید، دو تا چیز باید فعال باشه، یکی شماره همراهتون باید فعال بشه، یکی هم اون تایید دو عاملی.
که یه کدی نرم افزار کوینیکس به شما میده، توی اون نرم افزار گوگل وارد میکنید و اون گوگل هر یه دقیقه یه بار براتون کد تولید میکنه، به اصطلاح میشن تایید 2 عاملی. خب بعد حالا بقیه هم جلوتر من بهتون توضیح میدم. میایم توی خود نرم افزار، ببینید کل نرم افزار یه همچین شکلی داره. تقریبا همه صرافی‌ها شبیه همدیگن. توی قسمت خانه اینجا این سربرگاه اگه نگاه کنید نوشته رتبه ها، اخبار، اینساید و وبلاگ. ببینید دو نوع تحلیل داریم توی ارز دیجیتال. حالا من نیاز به توضیح اینه نیستش ولی توضیح کوچیک میدم. ببینید یه تحلیل فاندامنتال داریم که تحلیل با خبر هستش. اصطلاحاً خیلی ها میان با خبر ترید میکنن، مثلا توی فارکس. مثلا اگر ترامپ درباره یه بیت کوین صحبت مثبت بکنه خب قیمتش میره بالا، اگر صحبت منفی کنه مثلا میاد پایین. ولی خب خیلی باید حرفه‌ای باشید. اینجا اخبار رو زده، شما میتونید اینا رو بخونید، حالا بر اساس اون تحلیل انجام بدید. اینجا رتبه ها رو زده. خب توی رتبه ها که بیاید ارزها رو به یه سری چیزا، به یه سری آیتما ترتیب بندی کنه. مثلا نوشته محبوب ترین که الان مثلا داره خرید فروش میشه، خب داگز هستش، چون داگز داره واریز میشه. میتونید مثلا ارز داگزتون رو بیارید اینجا، اگه روش ناکن کلیک کنید میتونید واریز کنید یا سوابش کنید. واریز کنید میتونید خب نگهش دارید تو همینجا یا بفروشیدش. سوابش کنید میتونید تبدیل به ارز دیگه کنید. خب اینجا نمودار قیمتیشو داره نشون میده، 7 روزه، یه ماهه، یه ساله. حالا اینا زیاد معتبر نیست، شما باید از سایت تریدینگ ویو استفاده کنید برای این کار، برای دیدن چارت قیمتیش. پایینم که سایت رسمیشو زده، تلگرامش زده، توییترش زده. میگم یه نرم افزار واقعا کامل و جامعی هستش. ببینید هر ارزی رو بخواد اینجا نشون میده. شما هر ارزی رو بخواد میتونید اینجا روی گزینه بیشتر که بزنید، اینجا هر ارزی رو سرچ بکنید. مثلا من شیبا رو سرچ میکنم براتون میاره. خب شما میتونید واریز بکنید یا مثلا خریداری کنید، مثلا توی همین نرم افزار خریداری کنید، برداشت بکنید. حالا من جلوتر توضیح میدم. خب ما برمیگردیم توی همون خانه. من یه چند تا نکته دیگه بگم. ببینید توی خانه یه قیمت میبینید که قیمت همین الان هستش، یعنی تقریبا 24 ساعت هست که اصلا به این تغییرات توجه نکنید. مثلا زده دیاگز مثلا 3% رشد پیدا کرده، خب بعضی بر اساس این میرن خرید و فروش میکنن. این تغییر 24 ساعتی که اینجا نشون میده این اشتباهه. شما باید حتما تحلیل کنید اون چارت قیمتیش رو، یه سیگنال ورودی بگیرید، یعنی باید حتما تحلیل بکنید. اینا همش الکیه، یعنی این بر اساس یه دونه شادو ممکنه، بر اساس یه دونه کندل یا مثلا شادو داره این تغییرات رو نشون میده و معتبر نیستش. باید حتما چارت قیمتی رو نگاه کنید روی تریدینگ ویو و یه تحلیلی داشته باشید تا روش خرید فروش انجام بدید. جدیدترین ارزا رو زده که گوله یه سری ارزا رو نخورید، ممکنه شت باشن و شما خریداری کنید دیگه نتونید بفروشیدش. خب یه سری از ارزا هم نمیذاره اصلا شما خارج از معاملات اثبات یا هم معاملات ثابت انجام بدید، نمیذاره خرید و فروششو، یعنی نمیذاره روش معاملات فیوچرز با اهرم انجام بدید با سود چند برابری. خب اینجا نوشته روی بیشترین رشد که بزنید ببینید که بعضی از ارزا مثلا خیلی رشد از خودشون نشون میدن. خب این رشدها ممکنه دستکاری باشه، دستکاری همون سازندش باشه تا شما رو گول بزنه که شما بیاید خرید کنید. اینجا بزنید روی بیشترین ریزش ها، دوباره نشون میده اکثرا شت کوینایی که تازه داره حالا ساخته میشه و عرضه میشه و عمرشون شاید مثلا یه ماه هم نباشه. شما سعی کنید روی برترین ارزها مثلا خرید و فروش اگه خواستید ترید بکنید، مثل چی؟ مثل بیت کوین، اتریوم. حالا این 3 حرف تا 4 حرف معمولا نماد هر ارزیه. مثلا شیبا اینو مثلا
خب یه 3 کلمه اولش بیشتر چیز نیست، اون به عنوان نماد اختصاریش استفاده میشه. مثلا نات کوین همون نات نشون داده میشه، پس تعجب نکنید اگه مثلا اتریوم و 3 تا حرف دیدید، این بهش میگن اصلا میگن نماد اختصاصی. جلوش قیمتشو زده، بعد ارزش معاملهشو زده چند میلیون دلار، حالا توی روز داره معامله شده. میگم هر ارزی و اینجا شما سرچ بکنید براتون میاره. خب این بالا گفته که واریز یا خرید رمز ارز. ببینید شما باید حتما اون موبایل و ایناتون رو وارد کنید، بعد شروع به وارد یا خرید رمز ارز بکنید. یعنی گزینه دوم که میبینید حتما باید این کار انجام بدید قبلش. خب من میام توی قسمت بازار، دوباره بازارم همون توی همون خانه. خب یه قسمتشو داشتید میدیدید اینجا. اگه روی دارایی بزنید، دارایی شما رو داره نشون میده، مثلا چقدر از هر رمز ارز دارید. مورد علاقه اون رمز ارزایی که مثلا شما بیشتر نگاه میکنید یا خرید و فروش میکنید. حالا همه رو که بزنید، میگم اینجا هر رمز ارزی بخواد میتونید این بالا سرچ بکنید و براتون میاره. حالا من مثلا روی اینشون کلیک میکنم، ببینید شما رو هر کدوم کلیک کنید همه چیشو براتون میاره. میتونید واریز کنید، میتونید تبدیل کنید. ببینید من روی گزینه تبدیل یا سواب که بزنم، حالا اینو انجام نمیده، روی اتریوم مثلا این کار کنم. خب ببینید روی تبدیل که بزنید، حالا ببینید یه لحظه من لازم ویدیو رو نگه میدارم، اینترنت رو دوباره چک میکنم چون داره ایرور میده. خب شما روی هر رمز ارزی بزنید میبینید که تاریخ ارزش رو میاره، ارزش معاملات 24 ساعته، ارزش کل بازار، مارکت گپش رو داره میاره، حجم نقد شوندگیش رو داره میاره. خب ببینید اینجا واریز رو که بزنید خیلی راحت شبکه رو انتخاب میکنید. ببینید شبکه یا همون بلاک چین ها چیا هستن، ببینید اون مسیر انتقال رو شما در نظر بگیرید، یا همون بانکی که داره این کار رو انجام میده و هر بانک مخصوص به خودش، مثلا چی بانک اتریوم. خب شما حتما باید یه ارزی رو اگر توی بانک اتریوم نگهداری میکنه رو همون بانک هم باید انتقال بدید، و نه اگر از شبکه دیگه استفاده کنید کل رمز ارزاتون ممکنه بپره. خیلی راحت میتونید اینجا شبکه رو انتخاب بکنید. مثلا من شبکه اتریوم انتخاب میکنم، بعد براتون سریع یه دونه آدرس تولید میکنه یا یک QR کد، و شما میتونید آدرس رو به اون مبدأی که میخواد واریز کنید حالا کپی کنید یا تو اونجا پیست کنید، یا QR کد اسکن کنید و برای این صرافی حالا USDT یا دلار واریز کنید. خب من حالا برگشت رو میزنم. خب میام سراغ بخش این معاملات رو براتون توضیح بدم. البته اینجا 2 تا بخش دیگه مونده. ببینید اینا چیز خاصی نداره، دوباره همون هستش، اومده واسهتون تحلیلا رو انجام داده. ارزش بازار گفته پیشتازان کیان که الان مثلا دارن خرید و فروش میکنن. بعد خب اون بالا هم نگاه کنید، دوباره ارزهای جدید معامله، اون ارزهایی که تازه داره معامله میشه، یعنی تو همین الان داره معامله میشه، چه ارزهای بیشتری معاملات فیوچرز شده داره بهتون نشون میده. بعد توی قسمت دادا به صورت نموداری اومده همه رو براتون توضیح داده، تغییرات 24 ساعته، توضیح و سفارشات داره بهتون نشون میده. حالا من روی 24 ساعته گذاشتم. ارزش کل بازار به صورت نموداری داره بهتون نشون میده. خب ما با اینا کاری نداریم، میام توی قسمت اثبات. خب ببینید اثبات چیه؟ معاملات پای ثابت اصطلاحاً بهش میگن. یعنی شما هم وقتی یک ارز یا خریداری میکنید هم توی سود شریک هستید هم توی ضررش بدون اهرم. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگم شما میخواید مثلا ارز شیبا رو بخرید، خب
برای مثلا 1 سال میتونید توی اثبات خریداری بکنید. اگر رشد کنه سرمایه‌تون به همون میزان رشد میکنه و اگر ضرر کنه یا قیمتش بیاد پایین به همون میزان هم شما سرمایه‌تون یعنی توی ضررش هم شریک هستید و ضرر میکنید. خب توی اینجا اون ارزی که بخواید رو حالا ما توی خرید فروش NFT با همین قسمت کار داریم. من الان مثلا به عنوان مثال حالا ارز ماتیک رو سرچ میکنم یا پالیگون. خب نمیاره، من لازم ویدیو رو دوباره نگه میدارم. خب ببینید اینجا من ارز پالیگون یا ماتیک رو مثلا سرچ میکنم، اینجا برام میاره. خب اگر بخوام اینو خریداری بکنم، مثلا ما ارز معمولا اتریوم یا ماتیک که شبکه پالیگون هستش رو نیاز داریم برای خرید و فروش NFT. اینجا روی اون قیمت حالا میانگین من کلیک میکنم، اینجا مقداری که میخواد رو وارد میکنم. مثلا من 100 تا ماتیک میخوام، حتی من موجودی ندارم، باید اول شارژ کنم این ولت صرافی رو، بعدش بیام خریداری بکنم. اینجا هم اگر میبینید یه گزینه داره، اگر اینو بکشید به همون میزان سرمایه‌تون مثلا براتون میخره. مثلا میگم من 100% سرمایه میخوام خریداری کنم. بعد از اینکه این کارو کردید روی گزینه خرید ماتیک میزنید و سفارشتون ثبت میشه. حالا اگر اون قیمتش خوب باشه براتون خریداری میکنه، اگرم نه که باید لغو سفارش بزنید و دوباره یه قیمت دیگه انتخاب بکنید. خب بعد میاد کجا میشینه؟ میاد توی همین سفارشات باز، سفارشات معمولی، همینجا بهتون نمایش داده میشه که سفارشتون چطوری باز شده. خب اینجا هم این تاریخچه سفارشات که همون سفارشاتی که انجام دادید رو بهتون نشون میده. بعد حالا توی معاملات اثبات چطوری میتونید بفروشید؟ میاد این بالا خیلی راحت روی گزینه فروش کلیک میکنید، قیمت دلخواهتون رو یا مینویسید یا اینجا میتونید بالا حالا کم و زیاد کنید یا اینکه همون قیمت میانگین رو انتخاب کنید و اون مقدار ماتیکتون اینجا وارد. مثلا من میگم 50 ماتیک میخوام بفروشم و روی گزینه فروش میزنید، خیلی راحت. اینجا میتونید بکشید به همون میزانی که داشته باشید میتونید براتون میفروشه. مثلا من میگم 100% ماتیکامو میخوام بفروشم. بعدش میاد موقعی که سفارش فروش دادید میاد اینجا میشینه. اگر قیمت خب مناسب باشه، یعنی به ضرر خود صرافی نباشه، براتون میفروشه. اگر هم که به ضررش باشه نمیفروشه و شما باید لغو بزنید و دوباره قیمت دیگه انتخاب بکنید. خب توی قسمت فیوچرز ببینید معاملات فیوچرز یا اصطلاحاً بهش میگن قرارداد خطی. ببینید شما اینجا میتونید روی هر ارزی که حالا اینجا براتون مشخص کرده، ممکنه یکی از ارزها رو روش معامله انجام نده، مخصوصا ارزایی که ریسکی هستش رو اینجا براتون اهرم میذاره اصطلاحاً. ببینید الان مثلا میگم شما اگر $1 دارید میتونید اهرم بزنید یا اصطلاحاً مارجین بزنید. ببینید اینجا من حالا اول باید قوانین رو تایید کنید، ریسکش رو بپذیرید، ازتون این تیک رو همه جا میگیره. خب و معاملات ببینید اینجا 2 تا معامله داره، معاملات کراس داره و ایزوله. ببینید ما کلا با معاملات ایزوله کار داریم. خب اینجا اون اهرمتون انتخاب میکنید. مثلا من میذارم روی اهرم 15، تایید رو میزنم. خب اینجا حالا ارز من چی هستش؟ مثلا بیت کوین هستش. من میام مثلا $1 دارم. خب اون $1 میام باش معامله بازم، حالا قیمتم مشخص میکنم. مثلا میام میگم نیم بیت کوین من میخوام خریداری کنم. خب نیم بیت کوین من میخوام خریداری کنم. شما اگر $1 داشته باشید با اصطلاحاً بهش میگن مارجین 15، این $1 تون رو ضرب در 15 میکنه، یعنی میشه $15. یعنی اگر $1 سرمایه‌تون باشه اینو ضرب در 15 میکنه و با $15 براتون معامله باز میکنه. خب اگر سود بکنید، یعنی معاملتون سود بشه، 15 برابر اون سرمایه اولیتون
مثلا اگر $0.5 مثلا توی معامله درگیره 15 برابرش رو بهتون سود میده. و اگر ممکنه مثلا یکم حالا اون ریزش بکنه، اگه معامله لانگ باز کردید، مثلا میگم معامله مثلا خرید باز کردید، این اگر به جای اینکه بره بالا پایین بیاد، یعنی یکم پایین بیاد، ممکنه $1 در عرض به همون اندازه ریسکش هم بالا میره دیگه. یعنی ممکنه مثلا در عرض مثلا 30 ثانیه کل اون $1 از دست بره. ولی اگر حالا میگم اگر خرید باز کردید یکم بالا بره، 15 برابر اون میزان سرمایه که وارد کردید بهتون سود خواهد داد. ولی خب حتما میگم توی این استفاده از لازم من ویدیو رو نگه می‌دارم. ببینید حتما توی استفاده از اهرم دقت بکنید. معمولا توی حالا معاملاتتون از اهرم بیش از 10 نباید استفاده بکنید، چون خیلی ریسکی میشه و ممکنه حالا چون اصطلاحا میگن شما باید حد ضرر بذارید. خب حالا من نشونتون میدم چطوری. ببینید شما وقتی حد ضرر میذارید، اون به همون میزان هم ریسکتون افزایش میده دیگه. ممکن اون حد ضررتون رو حالا خود صرافی وقتی که اهرمتون خیلی بالا باشه، مثلا اهرم 100 باشه، خب 100 برابری، وقتی که حد ضرر بذاری ممکن اون حد ضرر فعال نشه. مثلا من $100 وارد کردم، حد ضرر رو مثلا یه نقطه‌ای گذاشتم، وقتی که بعد اهرمم 100 هستش، موقعی که این معامله باز بشه و به نزدیک به حد ضرر من بشه، ممکن اون حد ضرر کار نکنه و یه دفعه کل سرمایه من، اون $100 منو که درگیر معامله کردم، حالا از چنگ من در بیاره و ضرر کنم. یعنی حالا توضیحش این میشه چرا؟ چون ریسکش خیلی زیاد میشه. حتما بیش از 10 استفاده نکنید. بعضیا میگن که نه بیاید مثلا معاملات ریسکی کنید که سود بیشتری بهتون بده، ولی خب ضررش هم به همون اندازه خیلی بیشتره. خب شما وقتی که ریسک میکنید هم تو ضررش شریک هستید هم تو سودش. میگم حتما اهرم بیش از 10 استفاده نکنید اگر خواستید استفاده کنید. حالا اینجا حجم معامله هم که میتونید باز کنید و بهتون زده. مثلا توی معامله با اهرم 100 بیش از 20 تا بیت کوین نمیتونید، 20000 تا بیت کوین نمیتونید وارد کنید اینجا، یعنی حدش هم زده. خب پوزیشن لانگ یعنی چی؟ یعنی ما هم معامله خرید یا لانگ. فروش هم که همون شورت بهش میگن دیگه، توی این بازار بهش میگن شورت. حالا من چارت قیمتیش این پایین بهتون نشون میدم. ببین اینجا یه تیک داره، اگه روش بزنید چارت قیمتیشو میاد بهتون نشون میده. حالا ما توی خرید فروش یا آموزش خرید فروش بازار نفتی حالا داریم مطالب رو بیش از چیز میگیم. یه لحظه من ویدیو رو نگه میدارم. خب اینجا اگه ببینید مثلا اینجا چارت قیمتی رو داره به من نشون میده. من توی تایم 15 دقیقه هستم، حالا میزنم رو 30 دقیقه. همینطوری اون چارت بیاد به سمت تایم فریم های بالاتر. 2 ساعته داره، 4 ساعته داره و 6 ساعته. حالا اگه بخوام از اون تئوری داو جونز استفاده بکنم، میبینید اینجا اگه نگاه کنید سقف و کفای پایین‌تر زده. خب اینجا معمولا میتونید یه پوزیشن شورت باز کنید و سود بکنید. حالا میگم حتما باید حد ضرر بذارید. حالا ما چون معامله باز نکردیم نمیتونم حد ضرر رو بهتون نشون بدم که چطوری میذارن، ولی خب شما مثلا یه معامله میخواد توی قیمت 54,341 باز کنید، حد ضررتون میاد روی این نقطه یا پشت این شادو میشه. حالا میام توی تایم فریم پوینتر، یه لحظه، حد ضررتون میشه اینجا، مثلا میشه گفت 54,762. یعنی بعد حد ضررتون انقدر باشه. خب حالا تایم فریم های بالاتر رو داره، یه ساله، یه ماهه داره، نمیدونم یه هفته داره. حالا تایم فریم هایی که من خودم معمولا بررسی میکنم یه روزه و 12 ساعته داره، 6 ساعته داره، 4 ساعته داره. ببینید تو تایم فریم های بالاتر
اصطلاحا میگن داره رنج میزنه، ولی خب تو تایم فریم های پایین تر که حالا معاملات اسکلپی هم بهش میگن حالت ریزشی هستش. میبینید که یه اسپاک زده و ریزش کرده مثلا تو پایین. خب اینجا 4 تا قیمتی رو پس نشون میده. اینجا هم پوزیشن های بازتون، سفارشات باز، تاریخچه سفارشات. بعد ببینید شما پس چی شد. اگر خواستید معامله باز کنید ایزوله باز کنید، کراس باز نکنید. حالا بعدا توی اون ویدیو آموزشی که میخوام برای خرید یک رمزارز و انتقال به صرافی، حالا یه کار عملی که میخوام با هم انجام بدیم، حتما اونجا بهتون نشون میده. حتما پس ایزوله استفاده کنید، بیش از 10 نباشه اهرامتون، چون خیلی ریسکی میشه. میگم البته ریسک هر فردی به بستگی به اون شخصیت طرف داره که طرف فرد ریسک پذیری هست، فردی هستش که میتونه مثلا سرمایه‌شو درگیر بکنه یا قدرت اینو داره که اگر یه وقت ضرر کرد مثلا از بازار ترس نداشته باشه از بازار، یعنی نترسه و به بازار برگرده، یعنی اون حالت روانیش آماده هستش یا نه. میگم اینو بستگی به هر فردی تغییر میکنه. خیلی از افراد هم هستن که اصلا نباید وارد بازار ترید بشن در کل، یعنی شخصیتشون شخصیتیه که ریسک پذیر نیستن و به دردشون نمیخوره. خب اینجا توی قسمت دارایی ها که بیاید، اینجا داراییاتون رو بهتون نشون میده. خب حالا اینجا مثلا USDT همون دلار، BTC که همون بیت کوین، اتریوم که همون اتریومه. اینجا داراییاتون نشون میده. حالا من 0 داراییم اینجا توی این کیف فول، چون دارم فقط آموزش میدم. خب اینجا میگم میتونید واریز بکنید. خب از یه صرافی ایرانی مثلا USDT یا دلار خریداری میکنید، به این صرافی خارجی حالا واریز میکنید. آموزش صرافی ایرانی هم حتما براتون گذاشتم، نگاه کنید. صرافی نوبیتکس رو از اونجا ما خریداری میکنیم، انتقال میدیم به همین صرافی کوینیکس و میتونیم باهاش معاملات رو انجام بدیم، یا همون ارزهایی که برای خرید بازار NFT نیاز داریم، یعنی همون ماتیک و اتریوم رو میتونیم خریداری بکنیم. این بهترین کاریه که میشه انجام داد. خب حالا اگر من قسمتی رو فراموش کردم به سوالی داشتید حتما به اون آیدی پشتیبان پیام بدید توی زمینه صرافی. من تقریبا تمام مراحل گفتم، ولی چون پول توی صرافی نیستش من نمیتونم براتون خرید و فروش کنم که شما ببینید چطوریه، ولی حتما توی اون کلیپی که میخوام آماده کنم آموزشش رو میذارم، یعنی با هم انجام میدیم تا یاد بگیریم.